سرخط حریت در رابطه با موضوعات مختلف و تازه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان دهنده نظری رسمی رادیو حریت می باشد. سازمان ملل متحد در دوراهی تصمیم کار در افغانستان. شبکه خبری BBC چند روز قبل گزارش را نشر نمود که یونما گفته است که با ادامه ممنوعیت کارمندان زن در این سازمان در افغانستان، مقامات طالبان به دنبال این هستند که سازمان ملل متحد را مجبور کنند تا بین ماندن و ادامه حمایت از مردم افغانستان با پایبندی به هنجارها و اصولی که موظف به حمایت از آنهاست، یک انتخابی وحشتناک انجام دهد. هیئت معاونتی سازمان ملل متحد در یک اعلامیه جدید با لحن شدید نوشته است که باید روشن باشد هر گونه عواقب منفی این بحران برای مردم افغانستان بر عهده مقامات حکومتی سرپرستی طالبان خواهد بود. تبصره: بعد از سقوط نظام جمهوریت در سال 2021 میلادی و خروج امریکا از افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی به شکل بی‌سابقه فعالیت خود را در افغانستان از سر گرفتند. در حقیقت این سازمان‌ها برای تعقیب اهداف قدرت‌های بزرگ در افغانستان فعالیت می‌کنند، چون امریکا بعد از خروجش از افغانستان با کمبود معلومات استخباراتی مواجه است. به همین دلیل از هر راهی ممکن تلاش می‌نماید تا حضورش را به هر وسیله ممکن در افغانستان حفظ کند. در حقیقت جهان غرب به رهبری امریکا خود را ملزم می‌داند تا برای حفظ منافع سیاسی خود در افغانستان با حاکمان امارت اسلامی روابط خود را تحکیم بخشد. از همین رو جامعه جهانی به رهبری امریکا از رویکردهای مختلف در قبال امارت اسلامی استفاده می‌کنند تا امارت اسلامی در برابر خواسته‌های آنها انعطاف نشان دهد. چنانچه نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته بود که ما تلاش می‌کنیم تا طالبان را به مسیر درست هدایت کنیم. بنابراین امریکا برای به سر رساندن این هدف از طریق ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی که عملاً در افغانستان فعال هستند و به آنها به عنوان نهادهای خیریه نگرسته می شود و یا اینکه اکثراً از طریق دیپلمات‌ها و نماینده‌های ویژه روابط خود را با امارت اسلامی فعال نگه می دارد. سازمان ملل متحد برای تقویت روابط غرب با امارت اسلامی نسبت به همه ابزارهای موجود موفق تر عمل می کند، زیرا این سازمان از یک سو نبض جامعه اسلامی را به خوبی می شناسد و از طرفی بلد است که با چه روی کرد و تکتیک های پراگماتیک وارد عمل شود. از طرف دیگر متاسفانه دید خیرخواهانه نیز نسبت به فعالیت های ملل متحد وجود دارد که در واقعیت چنین نیست. سازمان ملل متحد همان طوری که در طول 20 سال اشغال افغانستان توسط امریکا در صدد تامین منافع غرب در این سرزمین بود، این سازمان هنوز هم برای تحقق مطالبات غربی ها بارها بالای امارت اسلامی تاخت و تاز نموده و نیز فشارهای سیاسی را وارد می نماید. امریکا در طول 20 سال بیش از 90,000 بم بالای افغانستان پرتاب کرده و صدها هزار افغان را در این جنگ کشته و زخمی ساخت و نیز میلیون ها انسان در اثر این جنگ ویرانگر بی خانمان و مهاجر گردیدند و حتی تا جایی که امریکا مادر بم‌ها را نیز در این جغرافیا آزمایش نمود. ملل متحد در آن زمان جز شمارش آمار کشته شدگان و چشم پوشی از جنایات بشری توسط امریکا کار دیگر انجام نمیداد. حتی این سازمان حقوق بشری کوچکترین سخنی را در مورد اعاده حق زندگی زنان و اطفالی که قربانی بم‌های امریکا شده بودند اظهار نمی‌کرد. این سازمان در اصل به محور منافع 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد یعنی P5 می‌چرخد، اما با آن هم مأموریت اساسی این سازمان بر تحکیم و حفظ نظم جهانی لیبرال که پس از جنگ جهانی دوم به رهبری امریکا به معرفی گرفته شده است استوار می باشد. این سازمان در اصل یک نهاد سیاسی و یکی از بازوهای قدرتمند غرب می باشد و به هدف جلوگیری از تهدید در برابر نظم امریکایی تلاش می کند تا در هیچ یکی از نقاط جهان نظم کفری یعنی دموکراسی و لیبرالیسم به چالش کشانیده نشود. گفته می توانیم که امریکا سازمان ملل متحد را برای 3 هدف اساسی به کار می برد: ترمیم و تقویت نمودن روابط غرب با امارت اسلامی، تحمیل فشارهای سیاسی، روانی و رسانه‌ای در صورتی که امارت اسلامی به خواستهای غرب پاسخی مثبت ندهد و همچنین تعقیب اوضاع داخلی و شریک ساختن اطلاعات موثق از مناطق مهم افغانستان به امریکا و غرب از اهداف دیگری اساسی این سازمان می باشد.
سرخط حریت در رابطه با موضوعات مختلف و تازه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان دهنده نظری رسمی رادیو حریت می باشد.